این افراد عاشق دقت و توجه به جزئیات هستند. پس هر چیزی که در فضا قرار میگیره باید کارکرد و جای مشخص خودش رو داشته باشه. سلام، نیلوفر سلطانی هستم، معمار و طراح داخلی در امارات. امروز قراره در مورد افراد مسئولیت پذیر و طراحی داخلی مناسب برای اونها صحبت کنیم. این افراد معمولاً زندگیشون رو بر اساس برنامه و نظم پیش میبرن. پس طراحی فضا هم باید این حس نظم و سازماندهی رو تقویت بکنه. طراحی هایی با خطوط مستقیم و ساده بهترین انتخاب هستند، چون حس ثبات و کنترل رو القا میکنن. رنگ های خاکستری، سفید، بژ تا خنثی و ملایم هستند، آرامش و تمرکز رو افزایش میدن و به فضا نظم میبخشن. خلق فضاهای کاری منظم، کاربردی، یک دفتر کار یا میز کاری کاملا سازماندهی شده برای این افراد ضروری هست. استفاده از قفسه ها، کشوها که به حفظ نظم کمک میکنه بسیار حائز اهمیته. بافت های طبیعی مثل چوب، سنگ باعث ایجاد حس پایداری و اعتماد میشه که انتخاب بسیار مناسبی برای این افراد هست. این افراد عاشق دقت و توجه به جزئیات هستند. از هر چیزی که در فضا قرار میگیره باید کارکرد و جای مشخص خودش رو داشته باشه. ویدیوی بعدی به افراد برونگرا اختصاص خواهد داشت. سپاس از توجه شما.